أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کرامات، باب کرامات الاولیاء و فضلهم، یعنی باب در مسئله کرامات اولیاء و فضیلت و برتری اولیاء الله. پس از این باب ما و شما چند درس گرفتیم. درس امروزه امان از زیر این باب حدیث 1508 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1508 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رهط عینا سریة. میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد 10 رهط، یعنی گروهی 10 نفره را که عینا اینها برای جمع آوری اطلاعات و برای جمع آوری اخبارات از بین دشمن برآمده بودند. سریه بودند، اینها برآمدند تا اینکه اخبارات دشمن را به دست بیارد. و امر علیهم عاصم ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه، و فرمانده اینها گذاشت، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عاصم ابن ثابت انصاری رضی الله عنه را، یعنی که این 10 نفر امیرشان، فرماندهشان، سرلشکرشان عاصم ابن ثابت انصاری رضی الله عنه بود. فانطلقوا، پس این 10 نفری که برای جمع آوری اطلاعات از دشمن برآمده بودند با فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، فانطلقوا، پس این 10 نفر میگه بر راه افتادند. حتی اذا كانوا بالهدأة، تا اینکه میگه رسیدن به مکانی که نامش هدعه هست. در هدعه رسیدند. این هدعه بین عسفان و مکه، یعنی این هدعه در بین مکانی که نامش عسفان و مکه مکرمه می باشد. در بین عسفان و مکه مکرمه یک جای بود نامش هدعه. پس این گروه 10 نفره در آن همین هدعه رسیدند. ذکروا لحی من هذیل یقال لهم بنو لحیان، پس خبر این 10 نفره رسید به قبیله که از هذیل بود. بعض قبیله که از هذیل بودن، یقال لهم بنو لحیان، این قبیله را نامش بنو لحیان بود. پس این بنو لحیان خبردار شدند از آمدن 10 نفر، از نزدیک شدن 10 نفر خبردار شدند. فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رام، فنفروا، پس اینها فنفروا لهم یعنی راه سپار گردانیدند، بقریب من 100 رجل رام، تقریبا 100 مردی تیرانداز را، فنفروا لهم، یعنی که به طرف این 10 نفر فرستادن این قبیله، یعنی این قبیله 100 تیرانداز را جمع آوری کردند و به طرف این 10 نفره را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده بود به طرف اینها روانه کردند. فاقتصوا آثارهم، پس این 100 نفر میگه تعقیب کردن قدمهای این 10 نفر را،
یعنی 10 نفر را از دنبال شدند و پایهایشان را دنبالگیری میکردند و تعقیب میکردند. فلما احس بهم عاصم و اصحابه، پس زمانی که با خبر شد، احساس کرد عاصم و اصحاب عاصم، یعنی که عاصم که این سرلشکر 10 نفره بود، با یارانش، با اون کسانی که با عاصم بودند، این گروهی 10 نفره حس کردند و با خبر شدند که دشمنانشان از دنبالشان می باشند. لجأوا الى موضع، این 10 نفر میگه پناه بردند به جای، به مکان، رفتن در یک جا، در یک مکان پناه بردند، پنهان شدند. فاحاط بهم القوم، پس محاصره کردند و احاطه کردند این 10 نفر را اون قوم، اون 100 نفر تیراندازی که بنو لحیان به جانب این 10 بزرگوار فرستاده بود. فقالو، بعد از محاصره کردن، بعد از اون که احاطه کردند، فقالو، پس اون تیراندازان دشمن، اون کافران گفتند که این زیلو، ای 10 نفر شما از شترها و از مکانهاتون فرایید، یعنی تسلیم شوید. فاعطوا بایدیکم، یعنی که بدهید شما دستایتون را، منظور که تسلیم شوید. پس اون کافران وعده دادند که ولکم العهد والمیثاق، یعنی که ما به شما عهد و پیمان میبندیم که الا نقتل منکم احدا، کدامی از شما را نمیکشیم، یعنی بیایید تسلیم شوید، ما کدامی از شما را نخواهیم کشت. فقال عاصم بن ثابت، سرلشکر که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماندهی این گروه 10 نفره قرار داده بود عاصم را، پس عاصم ابن ثابت گفت ایها القوم، گفت ای مردم، یعنی که خطاب کرد به 9 نفره که در زیر دستش بود، گفتن ای مردم، اما انا فلا انزل على ذمه کافرین، اما گفت من پس نمیفرایم به نزد، نمیفرایم علی ذمه کافرین، به امان و پیمان کافر، یعنی که من تسلیم به کافر نمیشوم، زیرا که کافر بسیار فریبگر و بسیار خائن و بسیار سخن شکن هست. پس عاصم گفت که من تسلیم نمیشوم، یعنی به این کافرها تسلیم نمیشوم. پس عاصم گفت که اللهم اخبر عنا نبیک صلی الله علیه و سلم، حضرت عاصم دعا کرد که ای پروردگارا، خبر برسان از ما، از جانب ما، یعنی خبر ما را برسان به پیغمبرت صلی الله علیه و سلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، پس آن دشمنان تیراندازی کردند به طرف عاصم و فقتلوا عاصما، پس عاصم را به قتل رسانیدن. فرموهم، یعنی این 10 نفره را تیرباران کردند، بالنبل، با تیرهایشان. فقتلوا عاصما، پس عاصم را به قتل رساندن، همچنین 6 نفر دیگر را، یعنی که همگی از این 10 نفر 7 تایش را همراه عاصم به قتل رساندند. و نزل الیهم 3 نفرین علی العهد والمیثاق، پس میگه فرآمد به نزد اون کافران 3 نفر با عهد و میثاق، با عهد و پیمانی که این کافرها بسته بودند، 3 نفر تسلیم شدند، یعنی 7 تایشان را کشتند از این 10 نفره و 3 تایش تسلیم شد. منهم خبیب، از همون 3 نفره یک تاش خبیب بود و دویمش زید ابن دثینه بود و سیمش رجل آخر، یک مرد دیگر، یعنی این 3 نفر تسلیم شدند، یکم خبیب، دویم زید ابن دثینه، سیوم یک مرد دیگری. این 3 نفر میگویند تسلیم شدن نزد اون کافران، اما 7 باقی مانده به قتل رسانده شد. فلما استمکنوا منهم اطلقوا اوتار قسیهم فربطوهم بها، میگه فلما استمکنوا منهم، پس زمانی که
دست یافتن به آنها. این کافران زمانی که دیدن 3 نفر تسلیم میشوند بالای 3 نفر، دست که یافتن، اطلقوا اوتار قسیهم، یعنی باز کردند تارهای کمانهایشان را، یعنی اون کمانهایی که داشتن بنداشا باز کردن. فربطوهم بها، پس بستن اون کافران این 3 نفر را با اون بندهای کمانهایشان. این 3 نفر را دستایشان را بستن تا اینکه، یعنی که اسیر افتادن. این 3 نفر در دست کافر تسلیم شدند و اسیر افتادن. قال الرجل الثالث، بعد از بین این 3 نفر مرد سیوم گفت که هذا اول الغدر، گفت این اولین خیانت و آغاز نیرنگ می باشد. یعنی از این 3 نفره باز یک تا اون مرد گفت که این آغازی خیانت است. والله لا اصحبكم، گفت قسم به الله که همراه شما من نمی آیم، با شما نمی روم. گفت قسم به الله با شما همراه نمی شوم، یعنی تسلیم نمی شوم، یعنی که براه نمی افتم با شما. این لی بهؤلاء اسوة، گفت هر آینه برای من آن 7 نفری که کشته شدند اسوه می باشد، عبرت است و الگوی من هستند. گفت اون 7 نفر، یعنی که تسلیم نمی شوم منم. پس 3 تاش که تسلیم شده بود، 1 تای دیگرش از راه گشتن با کافران دست کشید. یرید القتل، اون 1 تا شهادت را میخواست، یعنی دید که از کافران خیانت شروع شده است. گفت که این اولینی و آغاز نیرنگ و خیانت کافرها هست، پس شهادت را میخواست. فجروه و عالجوه، پس میگه این را کشیدند و مجبورش کردند برای راه گشتن. فابا ان یصحبهم، این 3 مرد میگه امتناع ورزید این که با کافران راه سپار شود، با کافران بیرود. فقتلوه، کافران دیدن که 1 نفر براه نمی افتد، پس این را هم میگه این مرد 3 را هم کشتن. پس از 10 نفره 8 تایش کشته شد و 2 تایش خبیب با زید، هر دو اینها اسیر افتادند. و انطلقوا بخبیب و زید ابن الدثینه، و بردن میگه خبیب و زید ابن دثینه را، هر دو را کافران با خودشان بردند. حتی باعوهما بمکه بعد وقعت بدر، تا اینکه میگه فروختن هر دو اینها را، هم خبیب هم زید را، در مکه بعد از حادثه بدر، بعد از جنگ بدر، میگه هر دو اینها را در مکه فروختن. فابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبیبا، پس خریدند، فابتاع پس خریدند فرزندان حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبیب را. پس فرزندان حارث خبیب را خریدند. خبیبی که اسیر افتاده بود در دست اون کافران، فرزندان حارث خریدند. چرا فرزندان حارث خریدند؟ و کان خبیب هو قتل الحارث یوم بدر، و خبیب بود که به قتل رسانده بود حارث را در حادثه بدر، در جنگ بدر حارث را خبیب به قتل رسانده بود. از این سبب فرزندان حارث قاتل پدرشان را خریدند. فلبث خبیب عندهم اسیرا، پس میگد ماند مدت خبیب در نزد این فرزندان حارث اسیره، یک مدت در نزد فرزندان حارث ماندند. حتی اجمعوا علی قتله، تا اینکه تصمیم گرفتن فرزندان حارث برای قتل کردن خبیب، برای قاتل پدرشان، یعنی برای قتل کردن خبیب فرزندان حارث تصمیم گرفتن.
فاستعار من بعض بنات الحارث موسی، میگوید که پس گرفت امانت یا استعاره گرفت از بعض دختران حارث تیغ را، یعنی که خبیب، یعنی مدت وقتی که در دست فرزندان حارث بود خبیب، پس خبیب از دختران حارث طلب کرد که تیغ را برایش بدهند امانت و تیغ از اونها میگه گرفت. یستحد بها فعارته، یعنی که برای پاک کردن مویهای زیاتیش، تا اینکه مویهای زیاتیش را از بدنش یعنی زیر نافش را و اینها را پاک کنم گفته، از اونها تیغ طلب کرد. یعنی مدت خبیب در دست این بنی فرزندان حارث که بود، پس طلب کرد که تیغ براش بدهند تا اینکه موی زیر ناف و موی بدنش را پاک و تازه بکند. فعارته، پس دختران حارث میگد برای خبیب آن تیغ را عاریت یا که برای خبیب داده بود. فدرج بنی لها و هی غافلة حتی اتاه، پس میگوید فدرج بنی لها، پس نزدی خبیب آمد دختر یعنی کودک میدک از کودکان بنی حارث، و هی غافلة حتی اتاه، و در حالی که مادر همون کودک بیخبر از این کودک بود. اتاه، این کودک نزد خبیب آمد، یعنی که یک کودک مادرش بیخبر و نزد این اسیرشان آمد. این اسیر بستگی بود، در جای اون کودک نزد این در آمد. فوجدته مجلسه علی فخذه، پس میگه دید مادر اون کودک مجلسه علی فخذه، نشسته است، جای نشست کودک رو که در بالای ران پای خبیب است. یعنی یک وقت مادر اون کودک متوجه شد، نگاه کرد که کودکش در دستی اسیرشان افتاده است و الموسی بیده، و تیغ هم در دستی این اسیر هست. الله اکبر. ببینید و تو را ببینید، تصور کنید که خبیب رو باید ببرن به قتل برسانن و تیغ هم در دستش تیار هست. کودک اون خاندان آمد در بالای زانوی، در بالای پای خبیب نشست. خبیب اون کودک را بازی می‌دراند و با اون کودک یعنی محبت اظهار میکرد با اون کودک. در همین حالت مادر کودک دید. ففزعت فزعتا عرفها خبیب، پس میگه مادرش ترسید، چنان ترسیدنیه که فهمی ترسیدن مادرش را خبیب، یعنی جیغ زد، داد زد، فیغان کشید مادر کودک که خبیب فهمید که مادر اون ترسیده است. فقال، پس خبیب گفت اتخشین ان اقتله، گفت آیا تو می ترسی که من این را به قتل میرسانم؟ آیا تو ترس داری که من کودکت را به قتل میرسانم؟ ما کنت لافعل ذلك، خبیب گفت که من این کار را نمی کنم. مردی را ببینید، خبیب رضی الله عنه مادر اون کودک را گفت که نه، من این کار را نمی کنم، یعنی من کودک تو را به قتل نمی رسانم. قالت، مادر اون کودک میگوید والله ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، مادر کودک میگوید که قسم به الله که من ندیدم اسیری خوب را از خبیب دیدم، یعنی که خبیب را باید به قتل برسانن. اگر کسی دیگری در جای این می بود انتقام میگرفت، زیرا که باید به قتل ببرن، اما خبیب این کار را نکرد. میگد که والله ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، اون مادر کودک میگه قسم به الله که من ندیدم اسیری بهتر و خوبتر از خبیب دیدم. فوالله لقد وجدته یوما، مادر کودک میگوید که قسم به ذات پاک واقعا میگه دیدم روز خبیب رو که یاکل قطفا من عنب فی یده، میخورد، میگه خوشه انگور در دستش بود.
الله اکبر. ببینید خبیب در داخل خانه در مکان بسته و محکم بود، اما این مادر کودک میگوید که قسم به ذات پاک من روز در دستی خبیب خوشه انگور را دیدم، خوشه انگور را دیدم که از آن خوشه انگور میخورد خبیب. و انه لموثق بالحدید، میگه هر آینه در همین حالت، در حالی که میگه همین خبیب موثقون بود، یعنی بسته شدگی بود به زنجیرها، یعنی این طور نبود که رفته از که جای انگور آورده باشد، نه، به زنجیرها در داخل خانه میگه بستگی بود. و ما بی مکه من ثمرتین، و همچنین میگه در همان زمان میگه در مکه میوه وجود نداشت، زمانی میوه نبود، میگه یعنی فصلی میوه نبود، میگه در همون زمان که میگه من در دستی خبیب خوشه انگور را دیدم که از آن خوشه انگور میخورد. و کانت تقول، و همین زن میگفت که انه لرزق رزقه الله خبیبا، هر آینه این رزق است که الله سبحانه و تعالی این رزق را برای خبیب عطا کرده است. چطوری که ما و شما در سوی گذشته هم خوانده بودیم که برای مریم علیها السلام همچنین میوه های تر و تازه الله سبحانه و تعالی براش میفرستاد. چطور الله در سوره آل عمران آیت 37 میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر زمانی که زکریا نزد مریم علیه السلام می درآمد، در نزد مریم علیه السلام میوه های تر و تازه می دید. قال یا مریم انا لکی هذا، زکریا می گفت که ای مریم از کجا می آید به نزد تو این میوه ها، این میوه را از کجا یافتی؟ قالت هو من عند الله، مریم جواب میداد که اینها هم از جانب الله جل جلاله است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله جل جلاله رزق میدهد برای هر کسی که بخواهد بدون حساب و کتاب. الله اکبر. پس به مثل همین چطوری که مریم علیها السلام نزدش میوه های تر و تازه می آمد، الله جل جلاله همچنین برای خبیب هم انگور میوه تازه فرستاده بود که خبیب از آن انگور تناول میکرد. در دوام حدیث میگه فلما خرجوا به من الحرم، پس زمانی که برآوردند خبیب را از حرم، یعنی در مکه که بودن، حتی کافرها هم این اعتقاد را، این قانون را داشتن که دشمنی که در بیرون اگر گناه کردگی باشد در حرم جزاش نمیتین، در حرم به قتل نمیرسونندش. پس میگه وقتی که این کار در یعنی پدر اینها را در بیرون حرم کشتگی که بودن، فلما خرجوه من الحرمی، پس میگه برآوردند خبیب رو از حرم، زیرا که این کار در بیرون حرم شدگی بود برای به قتل رساندن، لیقتلوه فی الحل، تا اینکه در بیرون حرم این خبیب را به قتل برسانند. پس از حرم خبیب را بیرون کردند. قال لهم خبیبون، پس میگوید خبیب این کسانی را که در دستشان اسیر افتادگی بود، یعنی فرزندان حارث را گفت که دعونی اصلی رکعتینی، گفت بگذارید مرا، اجازتم بدهید که من 2 رکعت نماز در حرم بخوانم. فترکوه، ببینید پس میگه گذاشتندش که تا اینکه خبیب 2 رکعت نماز بخواند. فرکع رکعتینی، پس 2 رکعت نماز گذاشت حضرت خبیب. فقال، پس خبیب رضی الله عنه گفت والله لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، گفت قسم به الله اگر که گمان نمی کردید که من ان ما بی جزع، یعنی این که من کاری را که میکنم ترسیده ایستادم، حتما گفت بیشتر نماز میخواندم. یعنی که این نمازخوانی من اگر سبب نمیشد
تا اینکه در دل شما گمان پیدا شود. پس گفت من نمازم را زیادتر میخواندم. اما ببینید خبیب یعنی نماز را طولانی نکرد، 2 رکعت نمازی عادی خواند و آمد گفت خلاص. یعنی که اگر که گمان شما نمی بود که در دل من ترس است که من نماز را طولانی خواندم، گفت که من نمازم را طولانی میکردم یا عدد رکعات را زیاد میکردم. پس خبیب گفت که اللهم احصیهم عددا، گفت ای بار الها بشمار اونها را عدد، ای بار الها آنها را عدد بشمارشان. یعنی که همین فرزندان حارث، اون کسانی که فرزندان حارث و اون کسانی که خبیب را به قتل برده ایستادن، پس دعا کرد که الله اینها را عدد هر یک تایشان را بشمار. وقتلهم بددا، ای بار الها اینها را هلاک بگردان. بددا یعنی پراکنده، یکی بعد از یکی، یعنی هر یک کدامش رو در هر موقع و مکان ای الله سبحانه و تعالی هلاکشان بگردان. ولا تبق منهم احدا، ای الله جل جلاله باقی نگذار از اینها کسی را، همهشون را به قتل برسان ای الله سبحانه و تعالی. پس میگوید خبیب این شعر را خواند یا این نظم را خواند و گفت که وقال، خبیب گفت که فلست ابالی حین اقتل مسلما، گفت که باکی ندارم وقتی که من مسلمان میمیرم، وقتی کشته میشوم در حالی که من مسلمان هستم، گفت هیچ باکی ندارم، ترس ندارم، هیچ خوف در دل من وجود ندارد. علی ای جنب کان لله مصرعی، یعنی به کدام پهلو افتیدن و غلطیدن من باشد، برای الله من به کدام پهلویی که می افتم وقتی که مسلمان هستم، گفت برای من هیچ فرقی ندارد. و ذالک فی ذات الاله و این یشأ، و این گفت مربوط به ذات الهی می شود، این مربوط به ذات الهی است. و این یشأ، و اگر که الله بخواهد، یبارک علی اوصال شلو ممزع، یعنی که برکت میدهد الله سبحانه و تعالی علی اوصال، یعنی که بر اعضای بدنی که ممزع یا ممزق هست، ممزع به معنای ممزق هست، یعنی که اعضای بدنی که تیکه تیکه و پاره پاره شده باشدم، الله سبحانه و تعالی گرامی میگرداند آن بدن را، آن اعضا را، آن انسان را، یعنی که این مربوط به الله جل جلاله است. پس خبیب میگوید این شعر را تلاوت کرد و این را خوان که برای من هیچ فرقی ندارد که من به کدام پهلو میمیرم. و شاعر هم یا ترجمه کننده هم همین شعر را به فارسی یک ترجمه زیبایی میکند، میگوید که باکی نیست که چون که من میرم بر دین، باکی نیست چون که میرم بر دین، جان سپارم بهر الله در ره دین. نیست مرا غم از این بابت که همه بهر اوست متین، یعنی که من باکی ندارم، من ترسی ندارم که من در راه الله برای الله کشته شوم، برای من هیچ ترسی نیست و هیچ غم در دل من وجود ندارد. پس خبیب میگه این را خواند و کان خبیبون، اکنون راوی میگه که خبیب هو سن لکل مسلمین، اون سنت کردگی است برای هر یک مسلمانی که قتل صبرا الصلاه، کشته می شود صابرانه بی دفاع، نماز خواندن را حضرت خبیب سنت گردانده است. یعنی چی؟ یعنی انسانی را که می قپند ظلمن به قتل حکمش میکنند، برای اون انسان سنت است که پیش از به قتل رساندنش 2 رکعت نماز بخواند. این سنت را کی گردانید؟ خبیب گردانید. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر شد و اقرارش کی کرد، پس این سنت شد که انسان را که به دفاع
به دفاع در مکان به قتلش میرسونن، یعنی حکمش میکنن که دیگر نه اون سلاح به دستش دارد و نه در میدان جنگ است و نه در جای او را میبرن دار میکشن و به قتل حکمش میکنن. پیش از اونه که به قتل حکمش میکنن یا به قتل میرسونندش، این انسان 2 رکعت نماز خواندن براش سنت میباشد. و اخبر یعنی النبی صلی الله علیه و سلم اصحابه یوم اصیبوا خبرهم، میگوید که و خبر داد، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یارانش را یوم اصیبوا خبرهم، روزی که گرفتار شده بودند خبیب با اصحابش، خبر اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یارانش خبر داد. یعنی که حضرت خبیب، یعنی که از کرامات خبیب رضی الله عنه که دعا کرد که الله خبر ما را به پیغمبرت برسان، پس الله سبحانه و تعالی خبر اونها را به پیغمبر که رسانده بود. و همان روزی که میگه خبیب گرفتار شده بود، همان روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش خبر را رسانده بود. و بعث الناس من قریش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ان يؤتوا بشيء منه يعرف. و بعث ناس، و فرستاد، میگه مردم را از قریش، و فرستادند مردم از قریشی ها، یعنی قریشی ها، الى عاصم، به نزد عاصم. وقتی خبر رسید این 100 تیرانداز وقتی خبیب را با زید به مکه که بردند و مردم قریش با خبر شدند که عاصم کشته شدگی هست، سرلشکر این 10 نفره، و مردم از قریش میگه فرستادند نزد عاصم ابن ثابت گروه را، حین حدثوا انه قتل، زمانی که خبردار شدند که عاصم کشته شدگی است، ان یؤتوا بشیء منه، این مردم مکه گفتند یگان قطعه از اعضای بدنی عاصم را بگیرید بیارید، یگان دستش پاش یگان چه بریده بگیرید بیارید. یعرفو، یعنی این را برای چی میکردن؟ برای شناسایی که واقعا عاصم کشته شدگی هست. پس این طور فرمان دادن، میگه مردم قریش که رفته عاصم را یگان اعضای بدنش را بریده بیارید. و کان قتل رجلا من عظمائهم، چرا مردم مکه، مردم قریش این کار را کرد؟ زیرا اینکه میگه عاصم به قتل رساندگی بود مرد از بزرگان آنها را، یکی از پیشوایان مردم قریش را عاصم به قتل رساندگی بود. از این حساب این قریشی ها قصد داشتن، غزنه و بدبینی در دلشان نسبت به عاصم داشتند. از این حساب میگوید روان کردن گروه را که رفته عاصم را یگان اعضای بدنش را بریده بیارید. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، پس میگه فرستاد الله سبحانه و تعالی برای عاصم مثل ابر یا مثل سایه از زنبورهای عسل، یعنی که چنان زنبوری عسل زیاد را که به مثل سایه یا به مثل ابر، همین قدر زنبوری عسل زیاد را الله سبحانه و تعالی فرستاد نزد عاصم. فحمته من رسلهم، پس این زنبوران عسل حمایت کردن، محافظت کردن، نگاه کردند عاصم را، یعنی جسم عاصم را از اون فرستادگان قریش، از اون کسانی که آمده بودند باید عاصم را یگان اعضای بدنش را میبریدند. پس الله سبحانه و تعالی این زنبورها را فرستاد، زنبوران عسل را، که اونها نبرند. فلم یقدروا ان یقطعوا منه شیئا، پس نتوانستند که ببرند اعضای بدنی عاصم را. الله سبحانه و تعالی این دوست خودش را به این طریق حفظ کرد، این ولی خودش را الله سبحانه و تعالی به این طریق حفظ کرد که اون زنبور زیاد آمد نزد این عاصم و این کافران نتوانستند بیایند نزد جسد عاصم و یگان قطعه بدنش را ببرند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. پس این بود حدیث
1508 کتاب ریاض الصالحین. با همین حدیث 1508 این کتاب به آخر رسید و این حدیث طولانی همچنین کرامات این بزرگواران را بیان میکند، کرامات عاصم را و کرامات خبیب را همچنین بیان میکند که این بزرگواران چه کرامات داشته است. یعنی خبیب انگور میخورد، این از کراماتش بود، و همچنین عاصم الله سبحانه و تعالی جسدش را حفظ کرد از تحقیر کردن و بریدن اعضای بدنش که اون گروه از قریشی ها برای بریدن بدن این آمده بودند. اکنون در دوامی بعد از این حدیث 1508 امام نووی میگوید و فی الباب احادیث صحیحه کثیره. در این باب، یعنی در باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء، حدیث های خیلی زیاد هست. میگوید سبقت فی مواضعها من هذا الكتاب، میگه گذشت در جایهای از این کتاب بعضی از این حدیث ها درباره کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء میگه گذشت، پیشتر خوانده بودیم. یعنی منها از جمله میگه به چند قصه های از دلالت به کرامات اولیاء میکردند، اونها را اکنون یادرسی میکنند. میگه منها از جمله همون قصه ای که حدیث الغلام الذي كان یأتی الراهب و ساحره، همون حدیثی که می آمد میگه نزد حدیث غلامی که می آمد نزد راهب و ساحر، راهب نزد راهب یعنی که پیشوایشان، و ساحر نزد ساحر میرفت، نزد راهب و نزد ساحر میرفت. همون حدیث، همون غلام بچه میگوید همچنین دلالت میکند به کرامات اولیاء که این حدیث رقم 30 در این کتاب میباشد. یعنی که 30م حدیثی امام کتاب ریاض الصالحین حدیث همون غلامی بود که نزد راهب و نزد ساحر میرفت. پس اشاره به همون حدیث کرده ایستاده است. و منها از جمله باز حدیث دیگر حدیث جریج، حدیث جریج، قصه جریج رو هم و شما خوانده بودیم، یعنی در زیر رقم 2259 حدیث کتاب ریاض الصالحین. کتاب ریاض الصالحین حدیث 259 شب ببینید درباره جریج است. پس انا همان دلالت میکند به فضیلت و به کرامات اولیاء. و همچنین حدیث اصحاب الغار الذين اطبقت عليهم الصخره، یعنی که حدیث اون گروهی که در اون اصحاب غار، یعنی کسانی که در غار افتیدگی بودن، اطبقت علیهم الصخره، یعنی که وقتی که باران بارید و شب شد و اینها به غار در آمدن و سنگ بزرگ آمد دهن در غار را محکم کرد که دیگر اینها نتوانستن اون سنگ را یک جانبه بکنن، یک طرفه بکنن. پس این اصحاب غار را هم، یعنی کارشون دلالت به فضیلت چون میکند، اینها هم کرامات داشتن که این در زیر حدیث 12 خیلی همین کتاب ریاض الصالحین این قصه را ما و شما خواندیم. و همچنین حدیث الرجل الذي سمع صوتا فی السحاب یقول، و همچنین حدیثی مردی که شنید آواز را از ابر، که ابر میگوید که اسق حدیقه فلان و غیر ذلک، یعنی از ابر آواز شنید که ابر میگفت که آب بیده، سیراب کن باغ فلانی را، یعنی که صاحب باغ انسانی پرهیزگار، انسان متقی که بود، از ابر آواز شنید که باغ فلانی را آب بیده. الله اکبر. این حدیث را همچنین ما شما هم خواندیم، حدیث 561 در خود همین کتاب ریاض الصالحین، حدیث اون مردی که میشنود از ابر که باغ فلانی را آب بیده. پس این مرد از دنبال این باغ میشود و این باغ را پیدا میکند و با صاحب باغ صحبت میکند. این حدیث را ما و شما در درسای گذشته خوانده بودیم. و غیر ذلک، غیر از این دیگر حدیث، یعنی که اشاره کرد به چند حدیث معین، اما غیر از این بسیار حدیث همچنین ما و شما درباره کرامات اولیاء خوانده بودیم. میگه و دلائل فی الباب کثیره مشهوره، دلیل ها میگه در این باب خیلی زیاد هستند و مشهور هم میباشند. و بالله توفیق، و از الله جل جلاله توفیق درخواست میکنیم. این بود حدیث 1508 کتاب ریاض الصالحین. و بعد از این حدیث 1509 کتاب ریاض الصالحین با همین کتاب باب کرامات اولیاء به آخر میرسد.
امام نووی رحمه الله در زیر حدیثی 1509 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت، ابن عمر رضی الله عنهما میگوید که ما سمعت عمر رضی الله عنه یقول لشیء قط، یعنی نشنیدم عمر رضی الله عنه را که گفته باشد چیزی را هرگز اینی لاظنه کذا، گفته باشد که من گمان میکنم که چنین میشود، الا کان کما یظن، مگر اینکه میشد میگه چی طوره که حضرت عمر رضی الله عنه گمان میکرد، یعنی که مطابق به گمان حضرت عمر میشد. حضرت عمر چیزی را میگفت که من گمان میکنم که چنین میشود، پس میگه اون چیز به انا همون گمانی حضرت عمر رضی الله عنه میگه مطابقت میکرد. یعنی این هم فضیلت و این هم کراماتی حضرت عمر رضی الله عنه. این بود رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری میگه روایت کرده است و این بود حدیثی 1509 کتاب ریاض الصالحین که باز هم فضیلت عمر رضی الله عنه، یعنی کرامات حضرت عمر رضی الله عنه رو بیان میکند که هر چیزی رو که میگو فلان چیز میشود، میگه اون به همون طریق به مطابق گفته حضرت عمر مطابقت میکرد و به همون گفته حضرت عمر میشد. پس این بود آخرین حدیث از باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء و همچنین آخرین حدیث از کتاب الدعواتی، کتاب دعا. با همین این باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء هم به آخر رسید و کتاب دعوات و دعاها هم به آخر رسید. اکنون در کتاب نو میگذاریم، کتاب الامور المنهی عنها، یعنی کتاب در مسئله کارهایی که ممنوع هستند. اکنون کتاب نو شروع می شود در مسئله کارهایی که ممنوع می باشند، کارهایی که انجام دادنش درست نمی باشد. انشاءالله این کتاب را، کتاب کارهایی که ممنوع می باشند را درس آینده شروع خواهیم کرد. پس درس امروزه من را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.